سلام به روی ماه و مهربونتون. این بار به سفارش مادر بزرگای عزیزمون آموزش یه نوع بافت نوزادی داریم که از یقه شروع میشه. سجاف به جای اینکه وسط باشه از قسمت حلق آستین و پهلوی لباس سجاف میزنیم. من برای اندازه 3 تا 6 ماه میخوام بگم. بعد از اینکه اندازه ها رو پیدا کردیم تست نختون رو انجام میدیم. با کانوای مورد نظر و میل متناسبش تست نخ رو انجام میدیم که قسمت هایلایتی ها آموزشش رو گذاشتم. الان من با کانوای کارتوپو بیبی وام میخوام بگم با میل شماره 3.5. تست نخی که انجام دادم 10 تا دونه من شده 4 سانتی متر. خب دور گردنی هم که به دست آوردم 25 سانتی متره. بعد از اینکه دور گردنتون به دست آوردم بعد سجافتون هم در نظر بگیرید که سجافتون میخواید چند سانتی باشه. من میخوام سجافم 2 سانتی باشه. خب 2 سانت سجاف میخوره برای قسمت جلو، 2 سانت هم سجاف قسمت حلقه که به این صورت میفته روی هم که میشه 4 سانت. من میام دور گردن رو به اضافه 24 میشه 29. میام 29 رو میخوام ببینم چند تا دونه باید سر بندازم. 29 رو تقسیم بر 4 میکنم. همون نمونه تعداد 10 تا دونه که شد 4 سانتی متر تقسیم بر 4 میکنم شد 7/25. ضرب در 10 میشه 72.5. 72.5 چون روند نیست نیم اضافه کردم شد 73. پس من 73 تا دونه نیاز دارم برای دور گردن. خب 73 تا رو باید تقسیم کنم. میام سجافم و با خط محورم رو برمیدارم. 73 رو منهای 14 میکنم چون اینجا 2 سری سجاف داشتم دیگه. برای سجاف ها من 7 تایی میخوام باشه 14 تا منهای 14 میکنم. 3 تا هم خط محور دارم یا خط جدا کننده که خطای جدا کننده هم 3 تایی در نظر گرفتم. 3 6 9. پس 73 منهای 14 که سجاف منهای 9 که 3 تا خط تقسیم کننده است میمونه 50 تا دونه. من این 50 تا دونه رو باید تقسیم بر 6 کنم. این 6 هم 2 تا آستین دارم. یه دونه پشت که نمیشه. پشت رو 2 تا در نظر میگیرم. جلو رو هم 2 تا در نظر میگیرم. 50 رو تقسیم بر 6 کنم میشه 8. من اینجا 2 تا باقی مونده میمونه دیگه. 8 6 تا 48 تا 2 تا باقی مانده دارم. ببینید الان برای آستینا هر کدوم 8 تا 2 تا 8 تا هم میدم پشت میشه 16 تا 2 تا 8 تا هم جلو میشه 16 تا. اون 2 تا باقی مونده که بود میدم به پشت میشه 18 سانتی متر. 18 تا دونه 18 تا دونه. خب الان قسمت جلوی یقه با قسمت پشت من همخونی نداره چون ببینید الان 16 به اضافه این 7 تا سجاف میشه 23 تا با 18 تا دونه خیلی فاصله داره. میام از این 16 تا دونه جلو 2 تا رو برمیدارم 2 تا دونه به هر کدوم از آستینام یه دونه میدم که جلو میشه 14 تا که با 7 تا سجاف هم میشه 21 که با 18 تا همخونی داره زیاد فاصله نداره. پس یه حد نرمال رو باید رعایت کنیم که پشت و جلو همخونی داشته باشه. پس من 73 تا دونه سر میندازم و میام خدمتتون. خب ببینید من 73 تا دونه سر انداختم رکن بافتم. چند 1 2 3 تا خط رکن افتاده. در کل 6 رج 3 تا خط رکن. بعد از اینکه خط رکنمون تموم شد حالا 3 خط یا 4 خط شروع به بافتمون کنیم. به این صورت که از این قسمت شروع میکنیم. این قسمت خب اول سجاف رو میبافیم. سجاف هم گفتم میخواد 7 تایی باشه. خب 1 2 3 4 5 6 7. خب بعد از اینکه سجاف رو زدم میام یه دونه اضافه میکنم چون دیگه از آن قسمت بالا تنمو برای اضافه کردن شروع شده. یه ژوته میندازم. میتونید ژوته بسته باشه یا میتونید ژوته باز باشه. خب 7 دونه برای سجاف بافتم. یه دونه ژوته انداختم. الان آستین رو میخوام ببافم. اولین آستین شده 9 تا 9 تا دونه میبافم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. خب بعد آستین رسیدم به خط تقسیمم. قبل خط تقسیم یه ژوته میندازم. گفتیم 3 تا میخوایم باشه. 3 تا رکن میبافیم. خب چون من رکنم همیشه به زیر میبافم پس این رجم به زیره. اگه به رو میبافید شما به رو ببافید.
بعد از 3 تا دوباره یه ژوته دارم. بعد میام برای قسمت پشت 18 تا دونه دارم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 18. و بعد اینکه قسمت پشت رو بافتم یه ژوته میگیرم برسم به این خط تقسیم 3 تاییه. 3 تا رکه میبافم 1 2 3. دوباره بعد خط تقسیم یه ژوته ببخشید دوباره میرسم به آستین بعدی 9 تاست. 2 3 4 5 6 8 9. رسیدم به خط تقسیم آخر. یه ژوته میگیرم دوباره 3 تاییه. 3 تا میبافم 1 2 3. بعد خط تقسیمم هم دوباره یه ژوته. رسیدم به قسمت جلو که گفتیم دونه کم کردیم 14 تا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 14. خب 14 تا الان اینجا 2 4 6 7 تا برای استجاف مونده. خب بعد اینکه 14 تا دونه استجاف رو با قسمت جلو رو بافتم یه ژوته میندازم. میخوام اینجا سجافم رو ببافم و جا دکمه بزنم. از دونای سجافم 3 تا رو میبافم یه ژوته میندازم. 2 تا دونه بعدی رو جهتش رو عوض میکنم به سمت چپ با هم از زیر میبافم. این هم 2 تا دونه آخرم. خب برمیگردم پشت کار. پشت کار دونه اولم رو برمیدارم. سجافم رو که رکم بود میبافم 7 دونه. ژوترم طوری میبافم که حفره بیفته. خب این 7 دونه. 7 دونه سجافم رو بافتم. حالا قسمت پشت همه دونه ها رو باید به رو ببافیم. میتونید ژوتا رو بسته ببافین که سوراخ نیفته. خب این قسمت جلو رو الان من ببافم. خب رسیدم به ژوته. ژوترم میبافم. این خط محور 3 تا که بودش خب چون من از زیر بافتم این پشت کارم 3 تا رو به زیر میبافم. پس پشت کار همه دونه ها به رو هست. فقط قسمت سجاف اگه به رو میبافید به رو ببافید. رکنتون اگه به راست به زیر هست به زیر ببافید. من این رجا ببافم و بیام کنارشون. خب دوباره اومدم روی کار. خب دونه کناری رو میگیرم بر نبافته بر میدارم. سجافم 7 بود میبافم. 3 تا 4 5 6 7. دوباره یه ژوته میندازم. دونه هامو قسمت آستین هستش میبافم. چون اولین شروع که میبافیم قسمت اولش آستینه. خب دونه ها رو بافتم. رسیدم به 3 تا. خط محورم که 3 تایی بود. یه ژوته میندازم. دوباره 1 2 3. اگه اشتباه میکنید رد و گم میکنید میتونید مارکر بندازید. قبل 3 تایی و بعد 3 تایی مارکر بندازید. ببینید دوباره دونای پشت رو میبافم. چون بافتش همه به زیر هست ساده دیگه تون میبافم. چیز خاصی نداره که بخوام نشون بدم. خب ببینید دوباره رسیدم به خط تقسیمم. قبلش ژوته بود اونو میبافم. یه ژوته میندازم. 3 تا دونم که خط تقسیم بود رکم میبافم. این رج برای من همه به زیر. بافتو به همین شکل ادامه میدیم تا برسه به زیر حلقه. قسمت روی کار به دونه هامون اضافه میشه. قبل 3 تایی و بعد 3 تایی ژوته میگیریم. ولی پشت کار قسمت سجاف و با خطای تقسیم و رکه میبافیم. بقیه دونه ها به رو هست. پس من اینو یه مقدار ببافم تا به حلقه برسم و بیام کنار شما. خب ببینید من بافتم و ادامه دادم این قسمت جلو آستین پشت و ایدم آستین. خب
الان تا جای ادامه دادم که اگه بشمارم ببینید 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12مین سری ژوتامو انداختم، اضافه کردم. حالا میخوام برم پشت کار. جا دکمه رو بگم. ببین اولین جا دکمه رو که زدم بعد از 10 تا خط ترکین یه جا دکمه دیگه زدم. 2 4 6 8 10. بعد از اینکه 12مین ژوتا رو زدیم برمیگردیم پشت کار. باید برای قسمت‌های آستین ما لبه آستین رو دیگه ببافیم، رکن ببافیم. حالا اینکه میخوام ببافم پشت، من این قسمت پشت رو ببافم بیام. خب ببینید من قسمت روی کار رو که بافتم اومدم پشت کار، سجافم رو بافتم. این قسمت جلو بود که همه دونا به رو بود، بافتم. خط تقسیم هم رکن بود، بافتم. رسیدم به آستین. آستینم که باید رکن بافته بشه، ژوته‌ای که بهش اضافه کرد، دونه که اضافه شده و ژوته بود، اونم به زیر بافتم. الان این اولین آستین داره رجش تموم میشه. ببینید دونای آخر آستینه میبافم. ژوته‌ای هم که انداخته بودم اونم به زیر میبافم که رکن بشه. این سه تا هم خط تقسیمم بود. وقتی میرسم به پشت همه دونا رو به رو میبافم. دوباره آستین بعدی هم به این شکل بافت و اینقدر ادامه میدم تا این لبه آستین 4 تا خط رکن باشه یا 3 تا خط رکن. این ژوتا هم که شمردیم ردیفی باید 15 تا بشه. من این بافت و ادامه میدم و میام کنار شما. خب ببینید اینجا من اومدم روی کار دیگه 3 تا خط رکن انداختم. ژوتام هم 14 تا شد. شما اگه برای سایز 6 تا 1 سال میخواید یه سری دیگه یه رج دیگه میبافین که ژوتاتون به 15 تا برسه. دونای سجافم رو بافتم. لبه آستینم رو کور کردم. از این قسمت خط تقسیم 2 تا دادم به آستینم. بعد اومدم یه دونه دادم به قسمت پشت. از این 3 تا دونای پشت رو بافتم. اومدم رسیدم به خط تقسیم بعدی. چون که دونای این سمت با آستین بعدی یکی در بیاد، خب 2 تا از خط تقسیم بعدی دادم به پشت بافتم. بعد دونای آستین بعدی رو کور میکنم به این شکل. بذارین اولین دونم هم بشکافم. ببینید 2 تا دونه دادم به قسمت پشت. این 2 تا. خب 3 تا بود که 2 تا شد. سومین دونه خط تقسیم رو میبافم. 2 تا دونه قبلی رو میکشم میندازم روش. ببینید این سومین دونه بود. اینم دونه بعدیش. اینو میبافم میندازم روش. دوباره دونه بعدی رو میبافم. دونه قبلی رو میکشم میندازم روش. دونه بعدی بافته میشه میکشم میندازم روش. همین ترتیب ادامه میدم تا برسم به خط تقسیم بعدی. خب دونای آستین دومی من لبای کار رو کور کردم. چون که با اونور میزون در بیاد اینجا دوباره خط تقسیم بعدی یه دونه میدم به آستینم، 2 تا میدم به پشت، به جلو. ببخشید این قسمت جلو رو هم ببافم و بیام کنار شما. دیگه اینجا دونه اضافه کردن نداریم. خب ببینید لباس به این شکل در اومد. سجاف آستین، پشت، این آستین، اینم جلو. حالا باید این سه تیکه رو به هم وصل کنیم. میام دونه‌های این قسمت جلو رو میبافم. خب قسمت جلو دونه از قسم پشت بافت و همه دونه رو به رو بافتم. رسیدم به دونه آخرش. دونه آخرش هم میبافم. دوباره میخوام برای زیر بغلش قسمت زیر حلقه دونه اضافه کنم. ببینید این دونه رو به این شکل میبافم، به این شکل برو. خب بعد میام این دونه نخ زیریش رو میگیرم، دوباره به این شکل این دونه نخی که سمت خودم روی میل میبافم. دونه اضافه شد. دوباره میرم برای قسمت پشتش. قسمت پشتم باید دونه اضافه کنم. ببینید این نخ رو یه بار روی میله میبافم. خب دوباره میرم این نخ رو بگیرم، ببخشید نخ زیریشو پشت کارو میگیرم، یه بار به رو میبافم، برمیگردم دوباره این نخ رو میبافم. یعنی نخ رو تاب میدم، دوبار میبافمش. الان شد 2 تا دونه اضافه. دوباره دونه‌هامو میبافم. قسمت حلقه بعدی هم زیر حلقه دونه اضافه میکنم. خب
دونه‌های پشتم هم بافتم، رسیدم به دونه آخرش. دوباره باید اینجا باید دونه اضافه کنم. ببینید این نخی که پشت میل هست، این قسمت میگیرم، یه بار نخ زیری رو به رو میبافم، یکم تاب دادنش سخته. خب ببینید حالا این سری هم این نخی که رو به خودم بود اونو میبافم، اضافه شد. حالا میرم برای قسمت سجاف. دیگه اینجا دونه اضافه کردم نداریم. خب دونه رو که اضافه کردم سجافم رو میبافم. خب دیگه از اینجا به بعد دیگه هیچ بافت خاصی نداره که من بخوام براتون فیلم رو ضبط کنم. دیگه بافتش ساده هستش. قسمت های سجاف و رکن میبافیم، قسمت های بالاتنه رو یا بدنه رو هم دیگه همه دونه ها به زیر هستش، به زیر میبافیم. پشت کارم که همه دونه ها به رو هست. باید تا اندازه ادامه بدیم که ببینید قد ژاکتتون چقدر میشه. از داخل جدول اگه اندازه بزنید قد بالاتنه به اضافه قد باسن میشه قد ژاکت. 2 سانت مونده که قد ژاکتتون تموم شه یا 3 سانت مونده دیگه شروع باید به بافت رکن کنید لبه کار. دیگه من این قسمت بدنش رو میبافم و میام برای توضیحات آخرش. خب همونطور که میبینید من بافتم رو تموم کردم، چون بافت خاصی نداشت، توضیح خاصی نداشت، بافت رو ادامه دادم. هر 10 خط رکن یه دونه جا دکمه زدم. بعد از آخرین جا دکمه دورج بافتم. بعد از اون اومدم از قسمت پشت کار شروع کردم به رکن زدن. این قسمت جلوی کاره، این قسمت پشت کار و این قسمت زیر حلقه. برای تزیینش هم میتونید از هر تزیینی که دوست داشته باشید. اگه پسرونه باشه میتونید با پاپیون یا ابر یا شکل‌های هندسی و حیوانات تزیینش کنید. امیدوارم این آموزش هم براتون کاربردی باشه، بتونید ببافید و لذت ببرید و از عکسای خوشگل بگیرید و برای منم بفرستید. ممنون از حمایتتون.